نکرد. من اودین پادشاهی که پدرش را کشت و با مادرش آرمید آتباک شهر نفرین زده فرزندان خود را بخشیده ای یا هنوز در سایه می‌لرزد؟ من آره سخته. سلام، خیلی خوش اومدین. میخواستم خواهش کنم که اول خودتون رو برامون معرفی کنین و کار رو در واقع برامون معرفی بکنین. منم خدمت شما سلام میکنم و خیلی خوشحالم که یک تجربه متفاوتی در کاخ هنر با نمایش شاخ بی سر و کارگردانی محمد برهمنی دارم میگذرونم. من فرزین محدثم، بازیگر نمایش شاخ بی سر و نقش همایون ادیب. شاخ بی سر به نظر من یک نمایشی است در مورد انسان، دغدغه‌های انسان در مورد زندگی، در مورد مرگ، در مورد لحظاتی که من به عنوان یک انسان فارغ از جنسیت در یک هستی دارم زندگی میکنم، به یک بنبست هایی میرسم، به یک دوران عاطفی میرسم، به یک مسیری میرسم که در اون مسیر احساس میکنم که نیستی من شاید کمک کند به هستی دیگران، به هستی یک اتفاق بزرگتر. همه اینها و محصول این نمایشنامه است. من یک روز داشتم به محمد برهمنی میگفتم که انگار کاراکتر همایون ادیب در یک نقطه‌ای به یک جایی میرسه که نبودنش انگار دیگه لازمه. بعضی موقع تو زندگی ما اینجوری میشه. ما در ادبیات آدم‌هایی داشتیم یا حتی در روانشناسی یا هر بخشی، صادق هدایت به یک جایی میرسه که نبودنش انگار یک اتفاق بزرگتریه. نعلوندیان همچین اتفاقی براش اتفاق میفته، همینگوی و دیگران. حتی مثلا در روانشناسی که فروید که نمایشنامه ما یک بخش هایی برگرفته از روانشناسی فروید هست، به یک جایی میرسه که به اون مرگ خودخواسته میرسه. در هر صورت همه ما یک جایی شاید به زندگی، در یک مقطعی از زندگی برسیم که احساس میکنیم نبودن ما شاید یک کمک کننده‌ای باشه برای ادامه زندگی دیگران، یا نبودنمون بهتر از بودنمون. من همیشه در رنج بودم. من چگونه مردم؟ آه خدایا. همایون داری میمیری، داری خفه میشی. من بیا بیرون، داری میمیری. نفس بکش. من محمد برهمنی از سال 97 میشناسم. یک نمایشی اجرا کرد به نام سیزیف در، اگه اشتباه نکنم اون سال در سالن سمندریان بود و یک اجرای شگرف و یک اجرای درخشانی در اون تاریخ بود. متاسفانه من سعادت نداشتم اون اجرا ببینم، چون همزمان منم یک اجرایی داشتم به نام استیو جابز در سالن فیلم شاتو. ولی از همون زمان تو ذهنم محمد برهمنی به عنوان یک کارگردان جوان خلاق پر از اندیشه در مسیر تئاتر که فقط نمیخواد کارگردانی کنه، فقط نمیخواد تئاتر کار کنه، دوست داره اندیشه رو در هنر گسترده بکنه و دوست داشتم باش این تجربه بکنم. تا سال 403 که ما همزمان اجرا با هم داشتیم، یعنی محمد با گروهش که مهشید خدادی که الان داره برای ما بازی میکنه تو این نمایش، تو اون نمایش بازی میکرد به نام تاری، و ما یک نمایشی داشتیم به نام جیب‌های پر از نان و من اونجا باش حالا با شوخی، با خنده، با گپ گفتم که خیلی دوست دارم با تو همچین تجربه بازی رو داشته باشم. من اصولا با آدم‌هایی که دوست دارم براشون بازی بکنم بهشون میگم. فکر می‌کنم به عنوان بازیگر یک مواقعی آدم باید به بعضیا بگه من دوست دارم با تو
بازی کنم یا دوست دارم که تو کارگردانی بکنی و من بازیگر تو باشم. یا این تجربه اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، حداقل آدم پیش خودش راحته که میگه من گفتم. و یک گپ و گفتی با هم زدیم. یک نمایشنامه دیگه ای میخواست کار کنه اون زمان که به من گفت، نمایشنامه فرستاد که من رفتم اون کتابو گرفتم خوندم. یک داستان کوتاهی بود که خوندم و نشد و من مصر بودم که بعد از اون نمایش رو صحنه نرم تا فروردین ماه 1404 بود که گفتش که من یه ایده‌ای دارم، یه آدمی مادرش مرده، یه درگیری داره، بعدم میخواد دست به خودکشی، یه ایده کلی که من رفتم سر تمرین. که قبل از من خب مهشید خدادین، مهدی یگانه و لیزا حق پرست بازیگرا انتخاب شده بودن و داشتن تمرین رو میکردن. فکر می‌کنم مثلا اونا از بهمن یا اسفند 403 تمرینشون شروع کرده بودن. من از فروردین اضافه شدم و تمرین کردیم تا 6 آذر 404 که اومدیم رو صحنه. شما خیلی خلاصه یه اشاره هایی کردین ولی دوست دارم که یکم کاملتر بگین که اصلا شما نقشی که اینجا بازی میکنین یا نقش هایی که بازی میکنین چیه، برای کسانی که اجرا رو دیدن یا ندیدن که یک اطلاعات کاملتری داشته. میتونم بگم من دارم یک نقش واحد رو بازی میکنم. یعنی من دارم یک نقش بازی میکنم به نام همایون ادیب، یک استاد تئاتری که دوچار و درگیر هر آن چیزی است که به عنوان تئوری، به عنوان اندیشه سالها باش درگیر بوده است، تدریسش کرده، چه تو روانشناسی که بالاخره تئاتر یک بخشش روانشناسیه، یک بخشش علوم اجتماعیه، یک بخشش علوم سیاسیه، همه اینها در تئاتر خودش رو داره نشون میده. وقتی ما انتخاب میکنیم همایون ادیب استاد تئاتر، یعنی داریم در نظر میگیم که این آدم اندیشه روانشناسی دارد، به فلسفه آگاهی دارد، جامعه شناسی را میداند، نگاه سیاسی دارد، نگاه اقتصادی دارد، همه این نگاه ها دارد، برای اینکه داره تئاتر درس میده و تئاتر یک دانشیه که همه اینها رو در بر میگیره. یک بخشی دیگه زیست همایون ادیبه، یعنی هر آن چیزی که در کودکی زیست کرده یا توهم آن چیزی است که او را وادار به این زیست کرده. میتونم یک پرانتز بزنم. همه ما در کودکی بر اساس اون نظریه فروید که میگه عقده اودیپ، در کودکی ما پسرها یک خشم دیر زمانی نسبت به پدرمون داریم، برای اینکه ما تنها موجودی که با اون خدا میشناسیم مادره. یعنی ما یک موجودی بودیم که به دنیا اومدیم و اصلا توانایی نداشتیم و یک انسانی میومد، ما ارو گریه ما میفهمید ما گرسنه‌ایم، ارو گریه ما میفهمید ما مشکلمون چیه و به ما غذا میداد. از یک جایی وقتی ما تونستیم فکر کنیم دیدیم که این انسانی که داره به عنوان خدا داره به ما تغذیه میکنه، ما رو داره کمک میکنه، یک انسان دیگه هم دوست داره که اون شکل ماست، بدن شبیه ماست و اون میشد رقیب ما که میشه پدر. اینجاست که اون عقده اودیپ توی روانشناسی که فروید داره درش حرف میزنه شکل میگیره. خب حالا به یک نوع دیگه این همایون ادیب دچار این هست، یعنی پدری که ازش خشم داره، مادری که او رو تمام آمال آرزوهاشه و حالا جایگزینی هم که داره بر اساس توهمش میکنه. استاد دانشگاه هملت رو میشناسه، هملت برگرفته از عقده اودیپی که داره خودش باز و باعث همین اتفاقات عقده‌مند تو روانشناسی، انگار همه اینا تنیده میشود در ذهن و روح این آدم و این ذهن و روح آدم در زندگیش هم رسوخ کرده. یک جاهایی ما تو زندگیمون دچار این میشیم دیگه، ناخودآگاه اسمشو میذاریم توهم توته، انگار آدم‌ها به ضد ما دارن یه کاری میکنن. ما ناخودآگاه در زندگیمون یک توهماتی داریم، یا کنترلش میکنیم. اگه کنترلش نکنیم که بیمار میشیم، ولی اگر کنترلش کنیم داریم سعی میکنیم مراقبت کنیم. به نظر همایون ادیبان استاد دانشگاه داره این مرز رو رد میکنه. یعنی میتونیم بگیم مرگ، خودکشی برای همایون ادیب مسیر آگاهیه. انگار او بعد از خودکشی تازه به آگاهی میرسه. همه اینها برای من فرزین و محدث در 46 سالگی جذابه. یعنی من که به عنوان بازیگرم خب دارم یک نقشی رو تجربه میکنم که شاید هیچ وقت در زندگیم دیگه تجربه نکنم. فرزین محدث پدرش از دست داده، مادرش از دست داده، تنهاست، به مرگ فکر میکنه، یک بار تلاش کرده برای خودکشی ولی به دلیل ترسش و
حتما ترسش میشه دلبستگی به زندگی، انجامش نداده. حتما در کودکی این خشم دیرینه رو نسبت پدرش داشته، نمیتونه نداشته باشه. اون یک انسان یک بخش دیگه ای که در 46 سالگی با عواطف خودش صادقه، یعنی میدونه آدم حسودیه، آدمیه که شاید یه جای کینه داشته باشه، همه دروغ میگه، همه این ویژگی ها رو به اون یک انسان داره، نمیتواند بگوید من ندارم، دارد، میشناستش، کنترلش میکنه. همینو باعث میشه که من برای این نقش بین خود فرزین محدث و نقش یه پلی بزنم که بتونم تو اون پله قرار بگیرم. یعنی نه منم نه همایون ادیبم کامل، انگار ما بین این دوتا دارم حرکت میکنم، دارم دریافت میکنم. اصولا در بازیگری من اول میگم زندگی و بعد به بازیگری ارجاع میکنم. ما در زندگیمون بین خودآگاه و ناخودآگاهمون حرکت میکنیم، یعنی بین عقل و غریزه، یعنی هیچگاه نه غریزه صرفیم نه عقل صرفیم. جایی که داریم عقلانی تصمیم میگیریم حتما غریزه به ما ورود پیدا میکنه و یه کاری میکنه، جایی هم که داریم غریزی رفتار میکنیم دوباره عقلمون میاد، مشاهدهمون میکنیم، خودمون رو مشاهده میکنیم. مثلا در غریزی ترین لحظه زندگی میشه غذا خوردن. حتی در خلوتمون داریم غذا میخوریم، یهو نگاه میکنیم که من چرا دارم اینجوری غذا میخورم؟ اون عقل است که میاد منو مشاهده میکنه دیگه. یا در عقل صرفمون باز غریزمون داره خودشو نشون میده، یک کار ناخودآگاه غریزی انجام میده. همینو باعث میشه که من فرزین محدث وقتی قرار همایون ادیب بازی کنم میدونم همایون ادیب صرف نیستم، فرزین محدثم، همایون ادیبم و مرز بین این دوتا قرار گرفتم. داری خفه میشی. پس ماما لبستای تو رو صدا میکرد نه منو. زنگ در رو میزنن. همه اون آوازا، همه اون شعرها برای تو بود نه برای من این همه سال جای تو زنده بودم، جای تو زندگی کردم. خب پس با توضیحی که شما دادین در واقع یک جوری میشه گفت شاید همایون ادیب یک بخشش خودتون هستین، یعنی اون چیزی هستین که در وجودتون باشه. یه چه ترسناکتر بگم، همایون ادیب همه ماییم، همه تماشاگری که میان نمایش رو میبینن یک بخشی همایون ادیبن، چون در مورد انسان داره حرف میزنه، در مورد ترس انسانه، دلبستگی انسانه، عشق انسانه. همه ما یک لحظه تو زندگیمون رسیده که خواستیم زندگیمون رو تمام کنیم، هممون تو یک لحظه رسیده که عاشق شدیم، هممون تو یک لحظه رسیدیم که دوست داشتیم خیانت کنیم، هممون تو یک لحظه رسیدیم که دچار توهم شدیم. انگار همایون ادیب همه ماییم، حالا یهو اوریان‌تر داریم میبینیم خودمونو. این اوریان‌تر دیدن ترسناک. حالا من به عنوان تماشاگر یا به عنوان فرزین محدث میرم به استقبال این اوریانیت و خودم اوریان میکنم برای اینکه اون نقش خودشون نشون بده، یا میترسم و فرار میکنم. برای همه ما میتونیم باشه آره یک بخشش حتما فرزین محدث. اگه بگم نیست که دروغه، نه حتما هست، 100%. خیلی هم عالی. خب حالا با توجه به توضیحی که شما میدین خیلی خوبه که من اینو بپرسم، مخصوصا برای کسانی که همه یا دارن بازیگری میخونن، شروع کردن، جوونن، در آوردن این کاراکتر براتون چه دردسرایی داشته؟ ببین وقتی این سوال از بازیگران میپرسن یه دو تا جمله تکراری که من با این نقش زندگی کردم، با این نقش من تاثیر گذاشت، پیر شدم، من سعی میکنم یه چیزی بگم که شاید کمک کنه برای مسیر. من یک دفتر اینجا دارم که در طول تمرین و اجرا سعی میکنم برای خودم یادداشت برداری کنم، حتی بعد شبای اجرا، که ببینم چه مسیری قرار برم. مثلا دارم میگم کاری که مثلا من میکردم، داشتم فکر میکردم که این آدم چه بویی دوست دارد. ممکنه هیچ وقت تو اجرا همچین چیزی و من دچارش نشم، ولی تو متن داره میگه من چگونه قرار است راه برود، حیوان او چیست، تو متن داره میگه همه اینا رو. ولی من دارم میگم که اگر
من قرار باشد لحظه اسب باشم، ویژگی اسب چیه؟ ویژگی این پایی که قرار مصدوم باشه چیه؟ ما میدونیم اگه اسب پاش بشکنه باید بکشنش، از پاش ترمیم نمیشه، یعنی باید از بین بره. و این آدم دوچار این شکستگی روحی ها، جسمیشو داریم میبینیم، روحی هم هست، شروع میکنم پیدا کردن این که یک دغدغه روحی این آدمه چیه، این آدم به چه چیزی میاندیشد. من سعی میکنم جای او بیاندیشم، جای او دغدغه پیدا کنم، ببینم که او چگونه نگاه میکند. یعنی اون آدمی که داره نگاه میکنه ازش متنفره، دوستش داره، چگونه داره نگاهش میکنه. دارم فکر میکنم که بدنش مثلا میتونه چه چیزی باشه. مثلا این چیزی که اینجا نوشتم ویژگی ها: حس بویایی، ایستاده خوابیدن، اسب بودن در حرکت. نشانه چیست؟ یک بخشی نشانه جنسیه. اسب نماد جنسیه. قدرت باروری اسب بی نهایت زیاده. دارم فکر میکنم که کابوس چه کمکی میکنه. میرم شروع میکنم، مثلا دارم فکر میکنم تو اون کتاب تعبیل رویای فروید که دارم میگه خوابهای ما برگرفته از ناخودآگاه ما یا آن چیزی که ما بهش تمایل داریمه. من یه جایی خواب این آدمو دارم بازی میکنم. همین چیزی که دارم میبینم یک بخشی خوابه، اون مرحله قبل از مرگ کامله. پس همه دغدغه‌هایی که من در ناخودآگاهم در خواب میاد سراغم، این آدمه داره زیستش میکنه، داره میبینتش. باز دارم مثلا یادداشت کردم، مثلا برای خودم شروع کنم نقاشی کشیدن، که این نقاشی کشیدنه چه تصویر در ذهن من به وجود میاره. یا محمد شروع میکنه برای ما مثلا نقاشی فرستادن یا موسیقی فرستادن. میخوام بگم قبل از این که من بخوام برم یک فرمی از نقش به وجود بیارم که ادای موقعیت رو به وجود بیارم، اول باید بفهم این آدمه به چه میاندیشد، چه چیزی دوست دارد، به چه غذای علاقه دارد. هیچ لحظه ای ممکنه که تو اجرام همچین چیزی رو نبینی. گشتش میشه چی کار میکنه، حال تهوع میگیره چه اتفاقی براش میفته، نفس تنگی پیدا میکنه چگونه است. یک بخشی حتما من نفس تنگی من تجربه کنم. یعنی اگه من نفسم تنگ میشه چه اتفاقی برام میفته، حال تهوع میگیرم چه اتفاقی برام میفته، دچار لرزش میشم چه اتفاقی برام میفته. یک بخشش این که من برام ببینم. یعنی تخیل خلاقیت اونجوری نیست که من نشسته باشم همه چی در من یا رسوخ پیدا بکنه. یعنی من برم ببینم که اسب با پشت چه حرکتی انجام میده. در کنارش حتما یک مربی هست مثل پردیس زاره که داره به ما تصویر میده، به ما کمک میکنه که چگونه به این فرایند جسمی برسیم. حتما یک نگاه سومی اون بیرون هست که داره ما رو هدایت میکنه. اما اون بخشی که من کمک میکنه اون مسیری که من باید روح و روانم درگیرش بشه. یعنی من دغدغه این آدمه رو پیدا کنم. نمیگم با نقش زندگی میکنم، نمیشود. وقتی من نمایش تموم میشه، یه تمرین تموم میشه، موبایلم دارم چک میکنم، فرزن محدثی که داره موبایلشو چک میکنه، اما میتونم بهش فکر بکنم، میتونم گرته برداری کنم از جاهای مختلف. یعنی وقتی که دارم یک جای آدم هملته، من باید به هملت مسلط باشم، دغدغه هملت رو بدونم اون لحظه که روح پدرش داره میره چه ویژگی داره. هملتی که فلسفه خونده، هملتی که یک بخش اعتقادی مذهبی داره، هملتی که نسبت به مادرش خشم داره، همه اینا انگار در همایون ادیب هست. پس من باید انگار یک بار هملت رو تو ذهنم بازی کنم، یک بار باید اودیپ رو تو ذهنم بازی کنم، یک بار اسب رو باید تو ذهنم بازی کنم. حالا همه اینا رو جمع بکنم در این آدمی که دارم میبینم و بعد کنترل. یک بخش دیگه هم فرزین محدث با همه دغدغه‌هایی که داره، دغدغه‌های عاطفی که درگیرش شده، یعنی اونم داره یک بخشی من کمک میکنه. حالا همه اینهایی که میگم میشه یک مایه‌ای که ظرفش منم و اون مایه بخش روانشناسیشه، بخش نگاه اون آدم است که باید بیاد توی ظرف من قرار بگیره که میشه امکانات بدنی من. حالا امکانات بدنی من با تمرینایی که پردیس رو هم میده، با هدایتی که محمد برحمنی داره منو انجام میده، من باید توانایی پیدا کنم که بتونم اون روان و اون آدم رو بتونم وارد این بکنم. یک بخش دیگه که مهم میشه اینه که من به عنوان بازیگر از منطقه امنم فرار کنم. من از تخت خواب متنفرم.
میشیدم متنفرم این کار دارم خودم برای مراسم مرگم آماده میشم. آقا شما از من میترسید. واقعا؟ تا به عنوان خاطره بگم یک شب از اجرا ما یک صندلی داریم 101 که من با اون با اون مخاطب بازی میکردم. یک شب از اجرا 101 خالی بود و یک خانمی دیگه بغل نشست و من با اون بازی میکردم. من رفتم شروع کردم با عنوان همایون ادیب، دیدم 101 خالیه، رفتم شیفت کردم با این خانم بازی کردن. در 100 ثانیه شدم فرزین محدث که بگم من چقدر کار شگرفی دارم میکنم و اکتی انجام دادم که اصلا تماشاگرم نمیفهمه، حتما هم به وجد اومده، حتما هم مشاهده گفتن درخشان بوده، ولی فرزین محدث بازیگر بود که گفت چقدر خوب صحنه رو جمع کرده. در 100 ثانیه اتفاق افتاد. وقتی داشتم از اون لحظه خارج میشم که بیام بشم همایون ادیب برای دختر دانشجو، تو ذهنم با 100 ثانیه گفتم که محمد امشب میگه چقدر عالی جمعش کردی. همون اشتباه فرزین محدث بود. بعد دوباره همایون ادیب بودم، دوباره تو مسیر بودم، ولی در 100 ثانیه وقتی من به عنوان بازیگر دارم خودم رو تایید میکنم که چقدر این لحظه رو جذاب و خوب بازی کردم، از نقش خارج شدم فرزینی که داره شعاف میده برای تماشاگر. اونجا پناهگاه سری من و تو بود. تو من خیانت کردی. شما کجا میدونی؟ نگاه کردم، تماشا کردم، از سوراخ در همه چی رو دیدم. دقیقا چی دیدی همایون؟ مثلا چیزی که نوشتم که برای همایون ادیب چشمهایم دیگر قادر به دیدن نبودن، هر آن چیزی که میدیدم در ذهنم گونه‌ای دیگر بود، گویی تمام بوها، مزه ها، لمس هایی که انجام نشده بود در خوابم آمده بود. در خیالم من منتظر بودم تا او بیاید در آغوشم، هماغوشی آغاز شود و من مانند یک اسب نر وحشی آرام شوم. او نیامد و من نره کشان شیهه میکشم. من دارم جای اون فکر میکنم. اصلا مهم نیست جای اون فکر میکنم، چقدر میتونم پلشت فکر بکنم، چقدر میتونم خوب فکر، چقدر میتونم بد فکر کنم. اصولا سعی میکنم جای نقش فکر کنم. تو این دفتر دارم سعی میکنم این کار کنم. مثلا یک جایی که شاید به شبای اجرامون برسه، مثلا نوشتم اجرای پنجشنبه 11مین اجرای شاخ 20 سر بسیار منسجم بود، منطقی و درست اجرا شد، زندگی و زیست نقش درست‌تر بود، پایان صدایم شکل بهتری پیدا کرده بود، مچ دستم آسیب دیده، تو اجرا یه ذره دستم پیچید، باید مراقبت کنم موقع حرکت. اینا اون چیزایی که من میفهمم در مورد خودم، یعنی با بدنم، با چیزم حرف میزنم که بتونم پیدا کنم چرا من اینو دارم یادداشت میکنم. نمیخوام ادعای بزرگی بکنم، من اصولا فراریم، ولی وقتی من سجل استانیسلافسکی رو خوندم داشتم فکر میکردم که او شروع کرد یادداشت برداری، از تمام تمرین‌ها و زیستایی که میکرد به یک نظریه رسید. من مثل بعضی اساتید که یهو اعلام کردن ما یک نظریه بازیگری میدیم، نظریه بازیگری نمیدم. من دارم بر خودم یادداشت میکنم که وقتی میخوام به هنرجو سر کلاس گپ بزنم بهش بگم ببین من این ایرادا رو دارم و تو اگه تو اجرا یهو ذهنت میره نگران نشو، راهکار باید براش پیدا کنیم. من برای خودم این راهکار رو پیدا میکنم و تو تلاش کن یک راهکار دیگه‌ای برای خودت پیدا بکنی. یا یک شبی از اجرا من خیلی سرد بود، هم آب سرد بود، هم هوا، همه چی سرد بود، همه چی سرد بود. این 3 بار میگم، تاکید محکم. و من فکم قفل کرده بود و من اون لحظه فقط داشت ذهنم کنترل میکرد که بتونم به بدنم بقبولم که هوا گرمه و تو باید کنترل بکنی. یک جای من یک توپق زدم و ذهن از دست رفت. تماشاگر نمیتونم بگم نفهمید، شاید حتما میفهمه تماشاگر باهوشه، ولی مورد نقد عجیبی قرار نگرفتم. اما من ذهنم وقتی اون توپق زدم از بین رفت و بدن از بین رفت و همه ریتم همایون ادیب به هم ریخت و اون بدترین شب بازیگری من بود در اجرای شاخ 20 سر. وقتی رفتم هم خودم تنبیه کردم، هم هشدار دادم، هم یادداشت کردم، هم فکر کردم حالا باید چیکار بکنم دوباره که بتونم دوباره خودم برگردونم. یا بچه‌ها به یک تمهیدی رسیدن که بتونن با سالن و آب یه رفتار دیگه‌ای بکنن. میخوام بگم وقتی که دوچار این موزل میشم فرار نمیکنم ازش. آتش خفه شید، از دهان‌های گنداب و خون آلوده شما جز دروغ بیرون نمیآید، همش دروغ.
یه سوال میخوام بپرسم، البته شاید جوابش مشخص باشه. حالا شما 4 تا شخصیت، 4 نفر در صحنه هستید. دوست داشتین که جای شخص دیگه‌ای نقش اون رو بازی بکنید؟ ببین، من میتونم یه چیزی رو بگم. من چیزهایی از بازی بچه‌ها میبینم که شاید تماشاگر کمتر ببینه. من چشمهایی میبینم که مقابل من تغییر میکنه. مهشید خدادی چشش یهو مادر مهربان میشه، یهو بدذات میشه، یهو ترسناک میشه، یهو یه اتفاق عجیب و غریبی در چشاش میفته که حتما از روح و روانش داره نشأت میگیره. علیرضا حق پرست چشاش بزرگ میشه، شوخ میشه، ترسناک میشه و یه جایی یک تغییر دیگه ای تو چشاش اتفاق میفته که من قراره که انگار فکر کنم که این آدمه داره با من شوخی میکنه. مهدی یگانه مهربون میشه، غمگین میشه، شوخ طبع میشه، یک بازی زنانه لطیف میاره تو جسم و بدن و چشماش. یهو یک موجودی میشه که قرار خشم ببرزه و همینا رو من دارم میبینم. شاید مخاطب بدن اینها رو ببینه مدام تغییر میکنه، من چشمای این آدما رو دارم میبینم به دلیل تعدد نقشایی که دارن بازی میکنن. شاید مثلا میگفتم من زن بازی کنم و مهشید رو بازی کنم، چون تجربه چندین نقش رو همیشه در تئاتر بازی کرده بودم، یک روند به خصوصی بازی نکردم. من اینو چون تجربه کردم برام میدونم چه کار سختیه. ولی شاید مثلا اگر به من میگفتن بگم که شاید اگر میشد با صدام و بدنم یه کاری میکردم، زن بازی میکردم و کل اجرا یک زن بودم و تماشاگرم نفهمه که فرزین محدثه که داره زنه. یعنی حتی حاضر بودم اسمی نباشه و بگن این زنه کیه. من فکر میکنم اون خودشو دار زد چون دیگه نمیدونست کیه و لحظه که فهمید افتاد از خود بودن، از زن بودن، از مادر بودن. با توجه به تمرینایی که اتفاق افتاده، اجرایی که تا الان رفتیم و همه این اتفاقا، خود شما شاخ بیسر رو اگه بخواین به صورت خلاصه بگین چی میگین؟ انسان مدرنی که به یک لحظه از زندگیش مکث میکند، نگاه میکند و تصمیم میگیرد به پایانش دهد، فارغ از درستی و غلط. این ویژگی انسان مدرن. یه نکته هم درباره اون بچه‌ها بگم. تئاتر به جز تمرین و اینکه زودتر بچه‌ها باشن و تمرین بدن کنن و تمرکز کنن، هر چیز دیگه باشه اشتباه. یعنی اگر اجرایی هست و نیم ساعت قبل از اون اجرا تازه خودشون میرسونن برای اجرا، یا اگر تماشاگر تازه ورود پیدا میکنه و بازیگر تازه میدوه که بیاد اجرا، اون تئاتر نیست. اون پوز تئاتر برای عده‌ای. به همین صراحت میگم. تئاتر یعنی تمرین چند ماهه. تئاتر یعنی اینکه 2 ساعت 3 ساعت قبل از اجرا بچه‌ها باشن و بتونن از فضای بیرون خودشون رو خارج کنن. خدا رحمت کنه بهرام بیضایی یک ویدیویی داره میگه این موبایلاتونو بذارین کنار با که اونجا در آمریکاست که تمرین داره میکنه برای تو استنفورد. میگه موبایلاتونو بذارین کنار و از دنیای بیرون خارج شین، بیاین تو دنیای نمایش. اگر اتفاقی در تئاتر این مملکت داریم تو این اواخر میفته که بازیگر حتی رو صحنه موبایلش داره چک میکنه یا داره فکر میکنه شهناز اومده، مهناز اومده، قلی اومده، نقی اومده که مثلا گل آبادی یا چیزا بوده، اون تئاتر نیست. اون ادای تئاتر برای عده‌ای برای اینکه بتونن ازش باهاش پوز بدن و نمیمونن. به همین صراحت، به همین تندی، به همین تلخی. آره حالا میفهمم چرا این چشای خودش رو کول چرا مالا من سوالای خودم تموم شده. دوست دارم اگر خودتون دوست دارین چیزی اضافه تر از صحبتایی که شد توضیح بدید. فقط یه نکته میگم در مورد بازیگر. یه نکته من محمد برحمنی میگم.
محمد برحمنی کارگردانی بود که من افتخار کردم براش بازی کردم و تماممو در اختیارش گذاشتم و بهش اعتماد کردم به عنوان بازیگر. برای اینکه هر آن چیزی که میگفت و راهنمایی میکرد و اون مسیری داشت میبرد درست بود. یک جایی همیشه فکر میکنم که به عنوان، حالا کلمه خوبی نیستش، بذار کسی که زیاد تجربه بیشتر داره پشت بازیگرای دیگه باید واسطم و بگم که ببینی چقدر درخشانه که میبینن. و اتفاق مهم تو اجرای شاخ بی سر اینه که 4 تا بازیگر یک جور دارن دیده میشه. ما اجرای رفتیم میگیم فلانی خوبه فلانی خوبه، ولی اینجا داریم میگیم 4 تا بازیگر انگار همشون بدن این شاخ بی سرن. یکی شاخه، یکی سره، یکی جسمه، یکی روحه، همشون شدن شاخ بی سر و این ویژگی نمایش شاخ بی سر. مخلص.